به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر پیغمبر آخر زمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، اینک با شما ما به فضل و کرم الهی در بهترین ماه شریف رمضان قرار داریم و بسیار ساعتهای مبارک در این ماه قرار دارد که باید ما از این ساعتهای مبارک فیضها بگیریم. 3 وقت یا 3 ساعت بسیار برای ما و شما در این 30 روز رمضان مهم می باشد. ساعت اول وقت افطار نمودن که در این وقت دعا بسیار نماییم، زیرا که دعا در این وقت احتمال قبول شدن را دارد. زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان می‌فرمایند 3 نفر است که دعای آنها به درگاه الهی قبول می شود. یکم پادشاه عادل، دوم روزدار وقتا که افطار می کند، سوم مظلومی که بر ظالم خود دعا می نماید. برای همین هم دوستان عزیز، هر روز پیش از افطار نمودن آماده برای دعا شویم که دعا کنیم و در آن خیر دنیا و آخرت خود را طلب نماییم. در حق پدر و مادر و خویش و اقارب و استادان دعا بکنیم و در حق مسلمانان و در حق کسانی که بالای ما و شما حق و حقوق و نیکی کرده اند. ساعت دومی که برای ما و شما بسیار مهم است و یکی از وقتهای بسیار هم مبارک هم می باشد، این 3 آخر شب می باشد. 3 آخر شب یکی از مبارکترین وقتها برای ما و شما می باشد، زیرا که الله سبحانه و تعالی در این 3 شب می گوید آیا کسی هست که دعا بکند پس دعایش را قبول بکنم. الله سبحانه و تعالی می فرماید من یدعونی فاستجیب له و من یسألنی فاعطیه و من یستغفرنی فاغفر له. این حدیث را ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند و حدیثی صحیح است که او را امام بخاری روایت نموده است. در این حدیث مبارک میبینیم که الله سبحانه و تعالی در 3 آخر شب به ما و شما بندگانش مهربانی نموده میگوید آیا کسی هست که دعا بکند تا دعایش را قبول بکنم؟ آیا کسی هست که حاجت بپرسد تا حاجت او را برآورده و خیر بگردانم؟ آیا کسی هست که از کوتاهی ها و گناه هایش توبه بکند پس توبه او را من قبول نمایم؟ خداوند بزرگ در این ساعت ها و لحظه های مبارک شب ما و شما را به دعا و طلب و استغفار مشغول بدارد و دعاهای ما و شما را قبول نماید و سعادت دنیا و آخرت را نصیبمان گرداند. ساعت 3 این بعد از نماز بامداد تا برآمدن آفتاب می باشد که بسیار وقت مبارک است و در حدیث شریف آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند من صلی الفجر فی جماعه ثم قعد یذکر الله حتی تطلع الشمس كان كأجر حجة و عمرة تامة. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی که نماز بامداد را با جماعت بخواند پس بشیند در جایی که نماز بامداد را با جماعت گزاریده است تا برآمدن آفتاب به ذکر مشغول بشود، به طلب علم، تعلیم، قرآن خوانی و غیره، حتی که آفتاب بلند بشود پس 2 رکعت نماز بگذارد، خداوند به این انسان ثواب 1 حج و 1 عمره پره را عطا می کند. دوستان عزیز، 1 ماه است و بسیار با شتاب می گذرد. برای همین هم این ماه را باید غنیمت دانست. چگونه ای که شاعر می گوید غنیمت دان عمر و بندگی کن، به فکر و ذکر مولا زندگی کن. نمی آید نفس گشته دوباره، زنی 100 بار سر در سنگ خاره. نفسهای تو هر یک در نایاب،
برآید گر به فکر و ذکر وهاب. هر یک نفس تو ای برادر و خواهر مسلمان دردانه است اگر به ذکر خدا برآید که با آن جنت و مرتبه های بلند او را به دست می آری. برای همین کوشش بکنیم که هر لحظه از لحظه های روزها و شبهای این مبارک در طاعت و ذکر، طلب علم، تعلیم علم، امر معروف، نهی منکر، خیر و سخاوت، نیکی و نیکوکاری، صله رحم، آبادی و آبادانی، خیرخواهی و خیراندیشی باشد. و فراموش نکنیم چالاکی و استواری یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که در همه حال بسیار هم در طاعت و عبادت خدا چالاک بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را به چالاکی در طاعت و عبادت وادار می نمودند و تأکید می کردند. روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم از یاران مبارکش پرسیدند: من اصبح منکم اليوم صائما؟ فقال ابو بکر انا. قال من صلى اليوم منكم على جنازه؟ فقال ابو بکر انا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند یارانش را: کی امروز از شما روزه گرفت؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتند که پیغمبر خدا من روزه گرفتم. باز رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند کی امروز از شما نماز جنازه گزارید؟ ابوبکر رضی الله عنه گفتند که من نماز جنازه خواندم. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میپرسند: فمن اطعم منکم اليوم مسکینا؟ کی از شما امروز مسکین و نادار و بیچاره را طعام داد؟ ابوبکر رضی الله عنه میگوید که من دادم. باز میپرسد: من عاد منکم مریضا؟ کی از شما بیمار را امروز خبر گرفت، به عیادت او رفت؟ ابوبکر رضی الله عنه گفتند که من خبر گرفتم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: این عملهای بزرگ و زیبا در کسی که جمع بشود او را به جنت داخل میکند. یعنی ببینید بهترین یاران پیغمبر و بهترین امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر رضی الله عنه را که چگونه فعال و چالاک در طاعت و عبادت بودند. برای همین هم بهترین امتان رسول خدا صلی الله علیه و سلم گشتند. این حدیث را امام مسلم روایت نمودند. حدیثی صحیح است. خداوند بزرگ به ما و شما همت یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نصیب بکند در این ماهی که با شتاب گذشته ایستاده است. بهترین عملها و خدمتها، کارنماییها و خیرها را انجام بدهیم. کوتاهی‌ها و کمبودی‌ها را در عائله، بین خویشاوندان، در محله، در جامعه حل نماییم. این ماه را یکی از ماه‌های خودسازی و بازسازی، اصلاح نفس و مجبور نمودن آن در راه راست الهی بگردانیم. خداوند بزرگ اله روزهای شما را قبول بگرداند و این ماه رمضان را بهترین رمضان برای اصلاح و خودسازی و بازسازی و زیاد نمودن اعمال خیر و سرکوب نمودن نفس و شیطان برای ما و شما گردانیده باشد و خداوند بزرگ مرتبه های بلند فردوس الاعلی را نصیبمان بگرداند و از دوزخی که طاقت او را کسی ندارد اله ما و شما، پدر و مادران ما و شما و همه دوستان و اقارب، اساتید ما و شما را آزاد بگرداند. خداوند بزرگ آینده درخشان و پر از موفقیت و خیر و برکت را برای ما و شما و جمله مسلمانان نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. تا برنامه‌های آینده در پناه و امان الهی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.